امروز چقدر چی بسا انسانها به خود ظلم میکنند. که الله سبحانه و تعالی هدایتش بکند، قلب او را به اسلام، صدرش را به اسلام باز میکند. به چی؟ به لا اله الا الله. برای من اهل لا اله الا الله اهلی چی هستند؟ سعادتمندها، قلبهایشان دور از غم، قلبهایشان دور از ضیقی، دور از خستگی. قلبهای اهل لا اله الا الله خسته ناپذیرترین قلب است. قلبهای لا اله الا الله هرگز غمگینی ندارد و غمگینی هم باشد موقتی است. کسی وفات کرد یک مدت غمگین شدی، اما غمگینی که ضیقی که شب و روز تو در حالت غمگینی و ضیقی باشی وجود ندارد. زیرا که اصلی قلب موحدین، اصلی قلبی که در اون لا اله الا الله است، این سعادتمندی است، نور است، نور است که این نور لا اله الا الله، این وسیع است، این وسیعی قلب، این وسیعی لا اله الا الله است. سعادتمند و خوشحال است از لا اله الا الله. بسیار مریضی ها به سبب لا اله الا الله نابود می شود، شفا می یابد. زیرا که اکثر مریضی ها سببش ضیقی، خستگی، حزن است و ضیقی، خستگی، حزن قلب را یگانه چیزی که نابود می کند لا اله الا الله است. ضیق، خستگی، حزن و غم قلب که نابود شد، بسیاری مریضی ها از بین می رود، خودکشی ها از بین می رود، فشار ها از بین می رود، مریضی ها از بین می رود، نارضایی ها و عذاب کشی ها به تقدیر از بین می رود. زیرا که تو لا اله الا الله. امروز چقدر چی بسا انسان ها به خود ظلم میکنند. بله، ناآموختن لا اله الا الله، عمل نکردن به لا اله الا الله، این ظلم کردن به نفس است. ظلم، سخت‌ترین ظلم همین است که تو به لا اله الا الله چنگ نزنی، لا اله الا الله نآموزی، نآموختی، تو ظالم به نفست است. الله المستعان. این کسانی که از لا اله الا الله دورند چقدر از نعمت بزرگترین دورند، چقدر از فضل کرم این الله رب العالمین که گذاشته در لا اله الا الله دورند، از خوشبختی و سعادتمندی دورند. یکی از سلف گفت والله این گمراهانی که امروز هستند خوشبختی، سعادتمندی ما را در قلبمان میدانستند، و شمشیرهایشان می آمدند و می گرفتند، اما نمیدند.